حاجی میگن این اولین پرواز موزیکال ایرانه، خیلی به نظرم باحاله. چیه خوب میخندی صندلی چندی کمربند میبندی راه رو داری میبندی میگن بلیط داری ردیفتو داری ساکتو میذاری بالا دراشم میبندی روبرود وانستادم من واسه خنده کردنت اومدم اینجا بکنم فقط تو رو بدرقه شلک و سفت باز خیلی نرم و ریز بباز دختر روس نیش باز اگه آمار داد روش تیز بگاز جب نه داشتم بذار ببینم چیه مقصدش. داداش سیلو ببین یارو خود همسره هواپیما رو دارم با جادو حرکت میدم دستام هم که تو جیبمه بارون دنم خریبم بیرید دستم خریدن و با مقصدم خریبن همه الان خوابیدن تا تکون خورم پریدن من ندیدم جدهی داغون ترم مسیدم همه پی همه قضیهن و بعد قضیت میتونی آوردم سورنا رو جای این میتونی بیاری ویلسون و فیل وضعیتشون اینا که میرن بیرون هواپیما نشسته لخ میشن. شخصیتشون جوریه که هنو دو روزم نیست رفتن تا دست خوش میگن. داشت طبق معمول با صندلی فشار لاپاتا اگه حضورش روزی کارم ازاد چکا دنی آنتی سیستم ولی میرسه داشت پاسا تو یه بکس ما تو لوبتی به هزار ماشالله لوبتی هزار ماشالله. داداش میگن بلیط از کجا گرفته بودی؟ داداش بلیط لحظه آخری از سایت پته گرفته بودم ولی نمیدونم اینجا چه خبره. خیلی داره حال میده که خفه شو.